روز 22 ایول سال 2023 در نویه عبدالرحمن جامی ولایت قطلان بر اثر به دریای یاوانسو چپا شدن یک ماشین مسافربر 6 نفر از جمله 3 کودک جان دادند. اخیراً ساکنان و کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده این ماشین را از زیر آب بیرون آوردند. حکیم علی بای محمدزاده سردار شعبه حالتهای فوق‌العاده نویه جامی روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت جسد 4 نفر با ماشین پیدا شد و جسد 2 نفر دیگر را هنوز جستجو دارند. همزمان تحقیق این حادثه نیز ادامه دارد. یک ساکن نویه جامی بدون ذکر نامش به آزادی گفته است ماشینی که به صدمه دچار شد برای اطاعت نکردن به امر ناظر بدعه از جانب ناظران تعقیب می شد و شاید هنگام فرار با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. در وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره صدمه‌های پرقربانی خبرهای زیاد به دست می‌رسند. روز 2 ایول سال جاری بر اثر برخورد 2 ماشین در نویه فیض‌آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 تن دیگر جراحت برداشتند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها مرگ‌آور و پرخطر دانسته می‌شوند. به حساب میانه هر روز در راه‌های تاجیکستان دست کم 1 نفر در صدمه جان می‌دهد. در ماه‌های می ایون سال روان از تاجیکستان درباره هلاکت دست کم 80 نفر و جراحت برداشتن 10 تن دیگر در صدمه و خبرها به دست رسیده بود. از اول ماه ایول الکی نزدیک 50 نفر در صدمه های نقلیاتی جان خود را از دست دادند.